رئیس بخش جوانان و ورزش شهر پنجکند افضلشاه دوستزاده از سوی مقامات میلیسه شهر پنجکند بازداشت شده است. در این باره روز 26 مای سال 2022 آزیا پلیوس با تکیه به یک منبع در شعبه کارهای داخلی شهر پنجکند خبر داد. منبع آزیا پلیوس گفته است که افضلشاه دوستزاده با گمان قلابی دستگیر شده است. او از یک نفر با وعده آماده کردن بلیط حربی یک مقدار مبلغ میگیرد. حالا آنکه این گونه وکالت را دوستزاده ندارد گفته است منبع آزیا پلیوس. بنا به معلومات دریافتی بازداشت افضلشاه دوستزاده روز 25 مای بر اساس شکایت یک شهروند صورت گرفته است و گفته منبع در حال حاضر دوستزاده در بازداشت در شعبه وزارت کارهای داخلی پنجکند قرار دارد. معلوم نیست که آیا نسبت به افضلشاه دوستزاده پرونده باز شده است یا نه. این هم معلوم نیست که او در عوض بلیط حربی چقدر مبلغ طمع کرده است. نزدیکان دوستزاده درباره بازداشت او اظهار نظر نکردند. سند طاهرزاده رهبر دستگاه رئیس شهر پنجکند به آزیا پلیوس گفت حالا یگان معلومات رسمی نآمده است و در این باره چیزی گفتن نمیتوانند. میرزا قاسم کریمزاده سردار ریاست جوانان و ورزش ولایت سوغد نیز از قضیه اظهار بیخبری کرده گفت که معلومات را سنجیده علاوه خبر میدهد. افضلشاه دوستزاده ماه مارس سال 2022 رئیس بخش جوانان و ورزش در شهر پنجکند تعیین شده بود. از این پیش او در مقام یاور رئیس شهر و مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه حکومت شهر پنجکند نیز کار میکرد. بازداشت دوستزاده در حالی است که شهر پنجکند نقشه دعوت بهاری جوانان به صف قوه‌های مسلح را هنوز اجرا نکرده است. دعوت بهاری تا 31 مای دوام میکند.